اینجاست. حالا توی برو شمشیر بخر. اصلا تو با تانک بیا بچه خوشگل. خاله جان اونی که تو داری غلافه، شمشیر نیست، غلاف. نگاه کن، غلاف جای شمشیره، شمشیر میره توش. دوست پسرت بدون اینکه ازت اجازه بگیره میره دستشویی میرینه؟ اصلا چنین چیزی قابل هضم برای من نیست. برای شما نمیدونم چجوری قابل هضمه. خدا لعنتت کن. نگاه خود دو ساخته من چی کار کردی. الو عزیزم شروع کنم. جون بگردم. بگرد با چی نمی‌کردی؟ تو که تو بگردی با چه حرفی زدی؟